رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه به نام خداوند بخشنده و مهربان. ترقى الجنان از ابو بکر ثقفی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثواب 2 ماه عید کم نمی شوند، ماه رمضان و ماه ذوالحجه. ثواب 2 ماه که در آن عید است یعنی ماه رمضان و ذوالحجه کم نمی شود اگر چند 29 روز باشند هم. بنابر ماه قمری بودن ماه رمضان گاه 29 روز و گاه 30 روز می آید. اگر سال رمضان 29 روز باشد ثوابش کم نمی شود و شخصان روزدار ثواب 1 ماه کامل را می گیرند و این خود از رحمت و فضل خداوند مهربان است. نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه